و بعد فهمیدم که چی میخواهد. اون وقتا بیمار بود، هرچند که مثلا بیماری که مثلا بیستری و گپ نزنی طور نیست، صحبت میکرد خوشرو. گفتم که در همون یک جای نشست، دوست فقط در همون یک جای نشست. گفت که بچه‌ها میره بند. من فهمیدم که چی میخواهد. گفتم ما چه فکری و نکنیم. خلاص خیلی مجبور کردم، من نبستم. برای چی؟ گفت که من برای دیگران چین کردم، میون دیگران خودت بچه‌م کمتر بوز بالاتری میون دا چین کردم، چین میوند و لوای همو رومولا با ماشینا محکم میکنن که رشته‌اش نبره. داخل همو حوالی وارد شدم و وقتی که خونه که خواب بود وارد شدم، همون وقت یک جمعه توقی و همون میان بندی سبز آورده در میان ما بستن. نمیدونم، شاید میفتم که چه من شما را یاد کردم. مادر را زیادتر دوست دارین، با اونو عکس بگیرین، به خونه‌تون بیارین، به شهر بیارین، نمیدونم به اتاق کاریتون ببرین، خب شوخی کنین با اون، خواهشاش اجرا کنین، براش سورپرایز کنین، نمیدونم. خب همین محبتتون که در قلبتون هست، من میدونم که شما مادرتون دوست میدارید، اما نه همه میتونن تلفظ کنن همین چیزا. شما این چیزا تلفظ کنید، برایش قناعتمند شوید. درود دوستان خوبم، درود همکاری عزیز، همکسب عزیز، صبح جلیل. من شما رو معرفی نکردم که زیرا همگی شما رو میشناسند. یک روزنامه‌نگار موفق در سراسر کشور، هم در بخش رادیو و هم در تلویزیون، زیرا که در تلویزیون سفینه نیست کار میکنه. یک سوال دارم آقای سوبان، برای شما مثلا برای یک انسان از همه نزدیکتر که بوده میتوند؟ فکر میکنم اگر برای یک انسانی مثلا با ایمان، اگر در مقام اول مثلا خداوند و فریدگار و این چیز است، پس در مقام دوم به یگان شبهه مادر است. فکر میکنم که خود شما حتی در حال خواهش هم نمیتونید که یگان لحظه از اندیشه مادر، از فکر مادر، از خیال مادر دور باشید. بله. میخواید همین برنامه رو به مادر ببخشید؟ یکی از موضوعی که هم شخص میتواند خرسند کند و هم میتواند که بسیار برکت بیارد، غمگین کند اگر مادرش کنارش نیست. همین موضوع است خیالم و فکر میکنم که شاید توانیم چیزی برای بیننده بگیم. ما از اون برآمدها، از اون کتاب‌هایی که نشر کردید میدونیم که مادرتون نیستن الکی در قید حیات و از روی خوانده‌هایمون نیست بیماری مادرتون رو نیز میدونیم. چند سال گذشت؟ 7 سال میگذرد. 7 سال. یکم اکتبر 2018. 7 سال. زیاد اندیشه میکنید حالا از مادر؟ هر روز و اصلا یک اندیشه‌ای که فکر میکنم در مغز در یک جا به قول ایستاده است، نمی رود هیچ وقت. مثلا در 7 سال نرفته است. این همین اندیشه مادر است. اندیشه‌ای که خیلی کم با او نشستیم، اندیشه‌ای که خیلی کم با او صحبت کردیم، اندیشه‌ای که برایش هیچ کار کرده نتوانستیم، اندیشه‌ای که می توانستیم کدام یک کارهای رو برایش انجام بدیم. حتی عکس و نوار و صورت‌های خیلی کم داریم که این بسیار علام‌آور است. بله. من نیز تلفنم رو ورق‌گردان میکنم، میبینم که عکسایم با مادرم خیلی کم است. فکر نمیکردیم که او میتواند یک روز نباشد. مثلا من نمیتونستم به خودم همین گونه سیگنال بدم به معاینه که مادر من یک روز میتواند نباشد. یعنی با باوری میرفتی نزدش و وقتی که با خنده صحبت میکرد به دل میگفتی که مادر من خیلی خوب شده است، درست میشد و ولی همراه ما هست. و مادران هم در این سمت ما را بسیار فریب میکنن. مثلا من از مادر خودم میگم که مثلا وقتی که از شهر بیرون میشدم من حتما زنگ میزدم که من آماده ایستادم، چی بیارم؟ یگان چی بچم، فقط خودت بیار. و همین چند لحظه ای که ما از دوشنبه تا ده می رسیدم، حتی در حال بیماری هم میگفت است که
рахти хоби бемориро ҷамъ кунем ва ҳам як ҷои нишаст доштанд болои кат ва мерафтем ки болои кат нишастаак бо чеҳраи кушод як зани бисёр хушсухан буд модари ман ва вақте ки мебидӣ бовар намеомад масалан як ҳафта шумо дар шаҳр ҳастед ва рӯзҳои шанбе якшанбе як фурсат меёбед ва хабаргирӣ меравед ва бо дилатон пур мешавад яъне ки онҳо бо ҳамин роҳу бо фиреб дили моро пур мекарданд ки бачаам дар шаҳр як ҳафта азоб накашад як ҳафта фикр накунад як ҳафта масалан нороҳат нашавад аз кораш канда нашавад ва баъде ки бо хайрухуш мекардем меомадем шаҳр бо мерафтанд ва мегуфтанд ки акун парту рахти хоби бемориро ва ҳатто дар ҳоли масалан азобу беморӣ доштан ҳам кӯшиш мекарданд ки мо ин чиза нафаҳмем. баъд аз марги модар то ҷои мо медонем ки шеър навиштед дар васфаш ё не? аслан ин масалан баъзеҳо зиёд гирья мекунанд баъзеҳо корҳои дигарро машғул мешаванд баъзеҳо акси модарашонро тасвир мекунанд баъзеҳо намедонам наметавонанд дигар хонаe ки модарашон аст унҷо ворид шаванд ман ҳолатҳо ҳар гуна ҳастанд ва ман ҳудуди 20 сол шояд дар радио фақат масалан сценария менавиштем барнома омода мекардем масалан як ҷумла ман ҳатто ягон мисраи шеърӣ нанавишта будам ҳудуди 20 сол ҳарчанд ки омадани ман ба радио ин бо сабаби навишта шудани ҳамин таронаҳову ҳамин гуна мисраҳои шогирдона буд яъне маро ба ҳайси як эҷодкори ҷавон даъват карданд ва баъд як ҳафта ба ман кор пешниҳод карданд яъне мо аз роҳи ҳамин таронаҳо ва навиштаҳомон ба радио ворид шудем аммо 20 сол ман умуман ғайр аз он чӣ ки дар радио менавиштем рекламаву ролику масалан барномаву сценарияву консерту ин чизо ягон чи масалан барои ягон кас дар ягон мавзӯъ нанавишта будам ҳатто 2 мисра нист ҳатто ва худи ҳамин чиз ба назари ман ки ин ягон хеле даъвои масалан қаламкашӣ даъвои ин чиз нест фақат худованд барои ма як имкон дод ки ман бо ин роҳ алами набудани модара яъне ки таҳаммул кунам яъне душвории набудани модара таҳаммул кунам ва вақте ки чизе менависӣ ба ҳар сурат дилат сабук мешавад ба ҳар сурат шумо фикр мекунед ки кадом як гапи ногуфтара гуфтед ва тахмин мекунам ки ин ҳамин чиз буд ки оҳиста оҳиста ҳудуди 145 рубоиёт буд дар 2 китоб ва дар китоби дуюм бо баъзе қиссаҳое ки ба модар иртибот дошт норам овардам ин ба хотири он буд ки масалан дигарое ки масалан модаршон каноршон ҳаст донанд ки ҳамин эҳсоса шумо ҳам таҷриба мекунед як рӯз донанд ки кадом хаторо мардуме ки ёли модарашон каноршон нест содир карданд то шумо накунед ин кора баъзан чизое ҳаст ки хато нест асан вале шумо ба худатон намехӯред барои мисол ман хеле кам дар деҳа меистодам хеле кам масалан ин ҳарчанд хато нест лекин ба ҳар сурат вақте ки модаратон нест баъд бисёр нороҳат мешавем ки чаро ҳамон вақт зиёдтар дар суҳбат наистодем ва баъде ки ман масалан 50 рӯз дар деҳа будам 50 рӯз дар кӯчаҳое ки масалан модарам мегаштам баъди маргашон бале бо занҳои ҳамсоя бо дугонаҳошон суҳбат мекардам хатар хотираҳои бисёр аҷоиб доштам 50 рӯз ман кор наомадам ва дар ҷои кор ягон ҳодиса рух надод яъне ман метавонистам ки дар будани ӯ низ канораш бошам зиёдтар бошем албатта зиёдтар ва шояд бо ҳазорон нафаре ки моро тамошо карда истоданд мисли ман реҷаи корӣ доранд масалан онҳо модарашонро дӯст медоранд вале ба ҳар сурат дар ҷои кор хеле масъулиятшинос ҳастанд ман фикр мекунам ки ҳамин чиз моро водор мекунад ки биёем ба кор ҳатто рӯзҳои истироҳат низ ва аммо баъдтар эҳсос мекунем ки метавонист ҳамин сценария дигархелтар бошад метавонистем мо бештар канорӣ бошем метавонистем бештар суҳбат кунем метавонистем бештар бо ӯ шӯхӣ кунем масалан бисёр корҳоро метавонистем аммо ҳамон вақт шояд анҷом надодем ё натавонистем анҷом бидем рубоиҳои хеле зиёд доред ман аз он рубоиҳо модари шуморо тасвир мекунам ки чӣ гуна зан буд ё ҳавлиятонро ҳатто ҳамон занҷабилҳое ки дар сутун овезон ҳастанд хоҳаратонро тасаввур мекунам ки дар хона баъди рафтанашон хоҳаратон хоҳари калони ма бисёр ба модарам аз байни роҳи борику ришта куҷо шудӣ номат ба лавҳи ёд навишта куҷо шудӣ рафтиву рафт аз раҳу аз осмони деҳ
با تو همه شهاب و فرشته کجا شدی؟ مثل ندیده ملک سکندر کجا شدی؟ باز مرا تو باز برد بر کجا شدی؟ با بار یادی تو شدم بار زندگی، هم در رهت گدا و قلندر کجا شدی؟ مقراض غم برشته جانم کجا شدی؟ تا جان به جای جان تو مانم کجا شدی؟ در راه انتظار چو سرباز عشق تو، آن نمرد و مرد همانم کجا شدی؟ اصلا مردم خیلی کم عشق میریزن. شما چی به خاطر مادر؟ شما مصرهای استاد بزرگ هم میدونید که مثلا به این معنی است که گریه مرد و بول نیست، یعنی هیچ جایی وای نیست. اندازه مهر نسبت مادر چی؟ من در نظر دارم که مثلا مهر مادر به فرزند معلوم است، به همش یک خیل است. من گمان میکنم مادری نیست که به فرزندش مهر نداشته باشد و مهری همه مادران زیاد است به فرزند. از فرزند چی؟ این مثلا همین مهر برای فرزندان اندازه دارد؟ مثلا یک کس میتواند که مادرش را خیلی زیاد دوست دارد یا یک کس میدونید مثلا بعضی ها که ما رو تماشا کرده استادن، بعضی هستن که مثلا با پدرشان ارتباط بیشتر دارن، مثلا اسرارشون با پدرشون میگن، نزدیکن، با پدرشون میشینن صحبت میکنن، مثلا بعضی سیر و اسرار میگن. اما ما این طور بود که با مادرمون شاید بیشتر صحبت میکردیم و ولی هر نفری که من یکم چی مینویسم میگن که خطت نقص بود است، میگن اولین چیزی که باید میاد مادرم بود، برای که درس با ما مادرم میکرد. مثلا پدر پشتی کار و بار زندگی دیها مشغولیت کار دیگر، درس نوشتن این چیزا با ما مادرم میکرد و حالی اگر یک جمله ما اگر درست نوشته تونم، این زحمت و مهنت و تلاش های مادرم است و از خودی فضایی که شما تربیت مییابید از این وابسته است. مثلا ببینید بعضی ها دختردار میشن زیق میشوند. من فکر نمیکنم که اونا نسبت به مادرشون محبتی زیاد داشته باشن، در حالی که وقتی که دختردار میشین شما باید میدونین از شادی داد زنین، نمیدونم هزار گوسفند قربانی کنید که شما دختردار شدین. میفهمید؟ به خاطر که بختی بسیار بزرگ است، میدونید نسل انسان ادامه مییابد و هم از نگاه شرعی هم بگیریم هم از نگاه انسانی بهترین نمونه، بهترین صورت به نظر من این صورت پدر و دخترش است. بهترین حرکت این حرکت یک دختر و پدرش است که مثلا در کوچه میگردن. میفهمید؟ بهترین آغوش این آغوش پدر است که کودک وقتی از کار میاد پاهای شما را آغوش میکنه. این بهترین نمونه محبت است. اما ببینید بعضی ها هستن از همجنسان ما، مردها و مثلا جوان‌ها هستن و مردهای کلانسال هم هستن که میگن که این با دختردار شدن. میفهمید؟ این شخص نمیتواند که مادرش دوست دارد. میفهمید؟ راست؟ به خاطر که وقتی که شما مادرتون دوست می‌دارین، شما دخترتون بیشتر محبت نسبت به او باید ظاهر کنید، توجه زیادتر کنید. مثلا ما شاید به بچه‌مون کمتر اهمیت دادیم نسبت به دخترمون. میفهمید؟ به خاطر که ما اول که خیلی اون رو انتظار شدیم و بعد اینکه میفهمید چقدر دختر شما میتونه برای شما خوشبختی بیارد، برای شما راحت بیارد، برای شما افتخار بیارد، برای شما نمیدونم آبرو بیارد دخترتون اگر شما را درست تربیت کرده باشین. میفهمید؟ اگر در او خوردیش این قدر دستوریک است که دیگر اصلا همین چی است، اصلا همین چی است که محبت زیاد میکند و فکر میکنم که بهترین جایی که یک پدر میتوند برود خانه دخترش است و بهترین غذایی که بعدی شاید همسرش یا شاید در قطار همسرش یک پدر میتوند استعمال کند این غذایی که دخترش تیار میکند. این بختی بسیار بلند است که انسان ها بعضیش شاید کمک صرف نظر میکنن این چیزا و هر نفری که یک دختر دارد یک کرات خوشبخت است و نفری که دو دختر دارد هزار کرات خوشبخت‌تر از آنهایی است که دختر ندارند. بله و با اونهایی که همین مهر رو کمتر دارن اون مهر چطور زیاد کرده می شود یا آیا می شود اون مهر زیاد کرده؟ میدونید انسان ها را به نظر من که بسیار چیزایی هست که در شکل گیری همین چیز مساعدت میکنن. مثلا ببینید شما مادر و پدر انتخاب نمیکنید. بله. خداوند اونا برای شما میده. مثل که شما زادگاهتون انتخاب نمیکنید. مثلا شما انتخاب نمیکنید کجا باید تولد شوید و ما هم انتخاب نمیکنیم که کی باید مادر ما باشد، ولی هر کسی که مادر ما است و الکی ارزشی بسیار بلند دارد و بسیار
یک شخصی نمیدونم مقدس هم بگویم اگر خطا نمیکنیم، چون که او را باید دوست داشت، تمام. مادر را باید احترام کرد، دوست داشت، دعاش گرفت، تمام. دیگه بحث بوده نمیتوند که چه خیلی مادر است، اگر این خیلی میکرد من فلان خیلی میشد، یا که مثلا اون مثل دیگران نبود. این گپای دیگر فکر میکنم که گپای بیهوده است. یعنی میشود که محبت زیاد کرد، فقط محیط به این چیز تاثیر میرساند. محیط این شما با کی صحبت میکنین، شما از کی سبق گرفتین، شما چی آموختین، شما چی خواندین، این چیزا هم نقش بازی میکنن. و تخمین میکنم که همه اونایی که تو در زندگی شاید که کمتر اهمیت میدادن به مادر، روز فرا میرسد که اونا از نبودن او گریه میکنن، روز فرا میرسد که پشیمان میشن، روز فرا میرسد که خودشون میخرن به قول مردم که چرا در وقتش این کارو نکردم. روز فرا میرسد که یک نفر اوچه‌دار اوچه میگه، نمیدونم اونا بعد در کدام حالت میافتن. این بسیار دشوار است، بسیار دشوار است. ببینید ما که یگان کار ناخوب برای مادر ما نکردیم، ولی فکر میکنیم که گناهگار هستیم، ولی فکر میکنیم که کدام کار خوب براش انجام دادن نتوانستیم. اکنون تصور کنید که احوال نفری که مادرش اذیت داده است چی میشود؟ احوال نفری که مادرش مثلا گپش گوش نکرده است چی میشود؟ بله. و فکر میکنم که یک وقت معین به یک جای میرسد که نمیدونم حتی میتواند که خیلی اذیت بکشد. فکر میکنم همین گونه حالت ها من به خاطرم اومد. یک مرتبه برای مادرم من همیشه پول میفرستادم، حتی زاد روزشان میشد. من میخواستم که اون چیزی رو که میخوان اون رو خریداری کنن، زیرا که دوست میداشتن زیادتر با بازار برم. من یک روز پول دادم به مادرم، گفتم برای خودتان کرته بخرید. بعد مادرم برای کدام یک احتیاجات خانه اون پول رو صرف کردن و بعد از 2 هفته من، حالا که مادرم در همین شهر زندگی میکرد، با خانه میرفتم، مادرم همون لحظه پول نداشتن، از خواهرم پول قرض گرفتن و برای خودشون کرته خریدن. به خاطر که شما میپرسید که چه خریدید؟ چه خریدید؟ کرته خریدتون چه خیر؟ مثلا من حالا همین لحظه رو اندیشه میکنم، خیلی پشیمان میشم که چرا همین حالت رخ داد. من باید اون چیزی که با مادرم میدادم من باید نمیپرسیدم. من از روی هوس میپرسیدم که با تو معقول شد یا نه. من میخواستم خرسندی مادرم رو ببینم. من این لحظه رو با اون خاطر نقل کردم که از شما میخواستم بپرسم که کدام لحظه همین تا دل شما رو به درد میآورد. یه روز به خونه رفتم و مادرها همین گونه هستن، وقتی که قریب که همشون یک خیلن و از فراموش نکنم یک وقت با یک نفر ما کتاب تقدیم کردیم و او تو چند لحظه خیلی ورق زد، گفت که صبحان همین اوچه‌های ما گفت فقط نامشون دیگه بوده است، همشون یک خیلن. این هم چیزی که شما نوشتید اوچه من هم همین گپا میگفت، اوچه من هم همین کارا میکرد. یعنی که مادران خوب و مهربان همشون نامشون فقط فرق میکنه دیگه، اونو از جهت خصلت و خلق و اطوار اونها یک خیل هستن. خلاصه به خونه میرفتم و فقط هم خیلی سر میکرد بیارین یگون چی بیارین بچه‌ام دا میگفتم. مثلا من بسیار خوش داشتم نانهای تنوری دیها، خب و نان خوردن شروع میکردم در حال و اوچه میگفت که تست کنید چیزی دارین ولی بیارین اول و بعد یگون چی با میپزین برای بچه‌ام. خلاصه در همین حال با کلینش گفت که امو متای سبز بیار گفت و یک متای سبز آوردن، نمیدونم شاید 1.5 متر بود 1 متر بود. گفت بچه‌م میره در میونت بند و بعد فهمیدم که چی میخواهد. اون وقتا بیمار بود، هرچند که مثلا بیماری که مثلا بیستری و گپ نزنی طور صحبت میکرد خوشرو. گفتم که در همون یک جای نشست داشت، فقط در همون یک جای نشست. گفت که بچه‌م میره بند. من فهمیدم که چی میخواهد. گفتم مچا فکرای نکنین. خلاصه خیلی مجبور کردم، من نبستم. برای چی؟ گفت که من برای دیگرها چین کردم، میان دیگرها خودت بچه‌م کم تربوز بالاتری میان دا چین کردم، چین میاند و لوای همو رومالا با ماشینا محکم میکنن که ریشته‌اش نبراید. گفت که میرم ماشینا بزنن لواش. گفت چین میاند بند. نگفتم، همین حقیقت نگفتم. برای که میدونستم که چی میخواد، چی نقشه کشیده است، چی سیناریا کشیده است، میدونستم. و همون صبحی که درگذشت تیر ماه 1 اکتبر 2018 وقتی که من در شهر بودم، روز دوشنبه بود و من 2 روز پیشتر روز شنبه در دیها بودم.
خوب با من صحبت کرد با من نقص و روز دوشنبه ساعتی بامداد بود خلاصه که تقریبا زنگ زد که بیو به ماشین بیو گفت به ماشین بیو تو در یکم حادثه نشود ولی من با ماشین شدم نمیدونم چه مرد رفتم با یادم نیست خلاصه داخل همون حولی وارد شدم و وقتی که خانه که خواب بود وارد شدم همون وقت یک جمعه توقی و همون میانبند سبز آورده در میان ما بستن یعنی که حتی مادرتون لباس ها رو نیز آماده کرده بودن برای روز ویدا. بله میگفت است که بچهای ما باید جمعه ما میگفت است من دوست میدونم که در همین روز عزا مخصوصا بچه‌ها جمعه و توقی داشته باشن. مثلا این چیزا رو حتی تیار کردم است که مثلا باید جمعه و توقی و در همون کتابم با من نوشتم که چقدر خیز بین کی همین میانبند سبز که همون وقت من نبستم در میانم بذار میدونستم که چی میخواد 50 روز است که در میانی ما هستم میانبند سبز همین گناه حالت یعنی که انسانایی که زیبا فکر میکنن زیبا زندگی میکنن شرط نیست که زندگیشون باید خیلی ثروتمندانه در قصر و کوشک‌ها باشد انسان میتونه در دیه در یک خانه الهی در یک فضای مثلا خاکسارانه این همین گونه با خلق و خصلت و با اندیشه و ذهنی شاهانه و مثلا آریستوکراتی زندگی کنند مثلا ببینید یک زن دیهاتی میخواست است که فرزندش در روز جنازه 4 پسرش یعنی جمعه داشته باشن توقی داشته باشن و میانبند داشته باشن و حتی همون میانبند هم خودش فکر کرد از نمیدونم برای چی خواست که این گونه باشد به هر صورت یعنی که همون سناریو رو برای مثلا آخرین روزم خودشون فکر کرده است از زمانی مرگ مادرتون تلفنتون رو عوض کردید؟ بله عکسشون در تلفن نوتون است؟ عکس چند سال در صفحه در روی تلفن بود عکس مادرم و بعد بسیار گفتند که خوب نیست درست نیست مثلا و بعد از روی تلفن گرفتیم ولی اون عکس در روی دل در اندیشه ها در ذهن در چشم ها جاودانی ثبت است من میخواهم که شما همون عکس رو یک مرتبه دیگر در نزدتون تصویر بکنید و حرف دلتون رو بگویید چی میگویید؟ نمیدونم شاید میگفتم که چه من شما رو یاد کردم به چی امید میبندید؟ اکنون با امید میشیم که مادر عزیز همگی بهشتی‌اند فکر میکنم جاشون جنت باشد با امید میشویم که یک روز به خوب ما میآیند اولتر از من میخوام با اونایی مراجعت کنم که آخر ولی مادرشون کنارشون هست خب مادر رو زیادتر دوست دارین با اونا عکس بگیرین با خونه‌تون بیارین با شهر بیارین نمیدونم با اتاق کاریتون ببرین خب شوخی کنین با اون خویشوش اجرا کنین براش سورپرایز کنین نمیدونم خب همین محبتتون که در قلبتون هست من میدونم که شما مادرتون دوست میدارید اما نه همه میتونن تلفظ کنند همین چیزا شما این چیزا تلفظ کنید برایش قناعتمند شوید و تو بعد یک مدت وقتی که اونا نیستن بعد ناراحت نشید که چرا من این کارو نکردم حتما کنارش باشید حتما با او باشید کار نمیگریزد بیشتر باید کنار مادر بود دعاش گرفت و همچنین مراجعت میکنم با مادران که ولی ما رو تماشا میکنن کم کم در دعاهای خود مردمی بی‌وچه را فراموش نکنین زنده باشید تشکر زیاد خوش آمدید آقای سبحان زنده باشید خوش آمدید که ما همراه شما این برنامه کم کم علم دل خود را نیز گشودیم و گفتیم و واقعا هم خیلی درست قید کردن مهمانی برنامه ما حداقل اگر از مادرتون دور هستید همین حالا که همین برنامه ما را تماشا کرده ایستادید حداقل زنگ بزنید همین حالا زنگ بزنید یا پیامک فرستید بگویید که مادر من شما را دوست می‌دارم باور میکنید این یک دنیای خرسندی و خوشبختی برای مادر شما میشود و ما نیز همینجا برنامه‌مون را جمع بست میکنیم برنامه جدیدی ما بوده از تلویزیونی سفینه با نام حرف دل خیر